توی این ویدیو که قسمت اول از سری آموزشی جدیدی هستش که برای پس 2021 میخوام منتشر کنم و هدف اینه که از یه پلیر عادی به یه پس باز حرفه‌ای تبدیل بشید و چه مقابل درجه سختی‌های بالا مثل لجند، چه مقابل رفیقاتون تو جمعایی که با هم دیگه دارید و چه توی مسابقات درون گیم نتی موفق عمل کنید، میخوایم بریم سراغ ترکیب چیدن. هر چیزی که لازمه برای ترکیب چیدن مثل پس باز حرفه‌ای بدونید رو توی این ویدیو بهتون میگم. از این تاکتیکایی که اینجا هستن گرفته تا تاکتیک‌های ادوانس، این که هر کدوم چی هستن، چه ویژگی به تیمتون اضافه میکنن و یه سری موارد مثل مارک کردن و بقیه چیزا، همه رو توی این ویدیو بهتون توضیح میدم. اینم بهتون بگم که هم توی این ویدیو هم توی سایر قسمت‌های تبدیل شدن به پس‌باز حرفه‌ای من فرض رو بر این گذاشتم که شما همین الان یه پس‌باز عادی هستید و مثلا میدونید که چجوری جای بازیکن‌ها رو میتونید تو زمین عوض کنید و بقیه موارد، بعد لول رو میبریم بالاتر و فقط چیزایی رو میگم که به یه پس‌باز حرفه‌ای تبدیلتون کنه. اولین نکته اینه که خودتون رو درگیر اوورال های بازیکن‌ها نکنید، ولی حواستون باشه تا سرحد امکان به بازیکن‌ها توی پستی بازی بدید که آبی پررنگ هستش. اگه توی هر پستی که آبی پررنگه بازیکنتون بازی بدید، قدرتاش هیچ تغییری نمیکنه. الان اگه من مثلا دیبروینه و برناردو سیلوا رو جاشون عوض کنم، همونجوری که میبینید برناردو سیلوا عددش یه دونه میره پایینتر، کوین دیبروینه عددش دو تا میره بالاتر، ولی قدرتشون هیچ تغییری نمیکنه. پس شما فقط به این نگاه کنید که هر بازیکن چه ویژگیایی داره و توی چه پستی میتونید بهتر ازش بازی بگیرید. نکته بعدی تاکتیکای تیمه و میخوام همه چیزایی که اینجا هستن رو یک بار برای همیشه بهتون توضیح بدم که هر کدوم چی هستن و چه ویژگی به تیمتون اضافه میکنن. مورد اول تعیین میکنه که شما میخواید به صورت آهسته و پیوسته حملاتتون رو انجام بدید یا خیلی سریع برید به قلب دفاع حریف و ضربه نهایی رو بزنید. بازی مالکانه توی بازی به این معنیه که شما آروم میرید جلو، پشت دروازه حریف قرار میگیرید و اونجا خیمه میزنید پشت دروازه. و بازی ضد حمله به این صورتی که شما خیلی سریع میرید جلو و هدفتون اینه که خیلی سریع هم ضربه رو بزنید، چه شوت چه هر چیز دیگه. وقتی از بازی مالکانه استفاده میکنید، توی 95% مواقع باید از دکمه زبدر استفاده کنید. وقتی از بازی ضد حمله استفاده میکنید، بیشتر باید از دکمه مثلث استفاده کنید. بیلداپ به این معنیه که اگه شما اینو روی پاس‌های زمینی بذارید، بازیکناتون به هم نزدیکن و همه با هم جلو میرن، و اگه روی لانگ پاس بذارید، اون بازیکنی که صاحب توپ عقب میمونه و بقیه بازیکن‌ها میرن جلو برای اینکه به عمق دفاع حریف نفوذ بکنن. ناحیه حمله اگه مرکز باشه، شما میتونید خیلی بهتر به عمق دفاع حریف و به قلب دفاع حریف نفوذ کنید. اگه جناحین باشه، خیلی بهتر میتونید به جناحین زمین نفوذ بکنید. و اینم یادتون باشه که وقتی از مرکز حمله میکنید، بازیکناتون به مرکز متمایل میشن، وقتی از جناحین حمله میکنید، بازیکناتون به جناحین متمایل میشن و شما میتونید از جناحین حملات بهتری داشته باشید. این گزینه پوزیشنینگ اگه روی فلکسیبل باشه، همه بازیکنان تیمتون به محض اینکه فضای خالی تو زمین ببینن، فارغ از اینکه پستشون چیه، میرن تو اون فضای خالی و شما میتونید خیلی بهتر پاسکاری رو انجام بدید. اگه روی مینتین بذارید، حتی اگه فضای خالی تو زمین ایجاد بشن، بازیکنتون به اون فضای خالی نمیره و نظم کلی تیمتون حفظ میشه. هافبک مرکزیتون همیشه به عنوان هافبک مرکزی بازی میکنه، هافبک هجومی همیشه هافبک هجومیه و خیلی نمیبینید که بازیکناتون در هم تنیده بشن. و ساپورت رنج هم تعیین میکنه که سایر بازیکناتون به اون بازیکن صاحب توپ چقدر نزدیک باشن. اگه کم باشه میچسبن بهش، اگه زیاد باشه خیلی ازش دور میشن. اگه میخواید مالکانه و تیکی تاکا بازی کنید، باید خیلی به هم بازیکن‌ها رو نزدیک کنید. اگه میخواید به قلب دفاع حریف نفوذ کنید، هرچی دورتر باشه بهتر هستش. توی تاکتیک‌های تدافعی اگه شما مورد اول رو روی همین گزینه بذارید، تیمتون توی زمین حریف میمونه و سعی میکنه توپو تو زمین حریف ازش بگیره، پرس ایجاد میکنه تو زمین حریف. اگر روی آل اوت دیفنس بذارید، تیمتون برمیگره عقب و بلوک دفاعی رو تو زمین خودتون میچینه. بازی تدافعی اینجوری میتونید انجام بدید. اگه از مرکز دفاع کنید، بازیکناتون سعی میکنن قلب دفاعتون رو پوشش بدن و کاری کنن که حریف نتونه به قلب دفاعتون نفوذ کنه. ولی از جناحین میتونه حریف نفوذ کنه. اگه جناحین رو انتخاب کنید، بازیکناتون جلوی وینگرهای حریف رو میگیرن ولی مرکز دفاعتون آسیب پذیر میشه. پرشر اگه اگریسیو باشه، اون بازیکنایی که شما کنترل نمی‌کنید میرن سمت حریف و سعی می‌کنن توپو مستقیم ازش بگیرن. اگه روی کانسرواتیو باشه، بازیکنی که شما کنترل نمی‌کنید سعی می‌کنه فضاها و مکان‌های پاس دادن رو ببنده و شما میتونید اون بازیکنی که خودتون کنترل می‌کنید و مستقیم ببرید سمت حریف و بستن فضاها رو به طور اتوماتیک بسپارید به هم‌تیمیاتون. خط دفاع طبیعتاً هرچی جلوتر باشه شما تهاجمی‌تر بازی می‌کنید و پرس از جلو رو بهتر میتونید انجام بدید. هرچی عقب‌تر باشه تیمتون محافظه‌کارانه‌تر بازی
میکنه و کامپکتنس هم تعیین میکنه که موقع دفاع تیمتون چقدر فشرده یا باز باشه. هرچی کمتر باشه تیمتون بازتره، میتونید ضد حمله های خیلی خوب اینجوری بزنید ولی دفاعتون آسیب پذیر میشه. هرچی بیشتر باشه بازیکناتون خیلی با هم نزدیک میشن، اتوبوس پارک میکنید توی دفاع خودتون ولی ضد حمله زدن هم براتون یه مقدار سخت‌تر میشه. از این تاکتیک های عادی که بگذریم میرسیم به تاکتیک های ادوانس. فرق بین یه پلیر عادی با یه پس باز حرفه‌ای توی دونستن اینه که هر کدوم اینا چی هستن و از اون مهمتر چه جوری میشه از هر کدومشون نهایت استفاده رو برد. همین الان من بهتون میگم که هر کدوم چی ان و شما توی چه شرایطی میتونید 100% استفاده رو از این تاکتیک های ادوانس ببرید. فقط قبلش برای اینکه بهتر این موضوع براتون جا بیفته من سیستمو 4-3-3 میکنم و اینجا هم بازیکنان رو به صورت اتوماتیک تو پست مناسب قرار میدم. اینجوری بهتر متوجه میشید که هر کدوم چی هستن. اولین چیزی که ما توی تاکتیک های تهاجمی داریم انکرینگ هستش. انکرینگ به این معنیه که بازیکن شما به صورت ارضی تو زمین جابجا نشه. یعنی به عنوان مثال اگه شما مهاجم نوکتون رو انکرینگ بکنید همیشه حوالی محوطه جریمه حریف هستش و به جناحین زمین متمایل نمیشه. تاکتیک بعدی فالس وینگره. وقتی از این تاکتیک استفاده میکنید وینگر تیمتون یه مقدار میادش عقب‌تر و مثلا اینجاها بازی میکنه و بیشتر شبیه هافبک هجومی یا هافبک مرکزی بازی میکنه. توی این تاکتیک شما باید از بازیکنان مثل مسی یا نیمار استفاده کنید که به عنوان هافبک هم خیلی خوب میتونن بازی کنن و زمانی که این اتفاق میفته دفاع کناریتون میره جلو و این جلو رفتنش باعث میشه که یه عمق جدیدی به ترکیبتون و به نحوه حملتون اضافه بشه و جناحین زمین رو بهتر بتونید اینجوری به دست بگیرید. تاکتیک بعدی دیفنسیوه. زمانی که شما یه بازیکن رو به عنوان دیفنسیو انتخاب کنید اون بازیکن هیچ وقت از مرکز زمین جلوتر نمیره و همیشه توی زمین خودتون باقی میمونه. میتونید مثلا هافبک دفاعیتون رو دیفنسیو کنید تا همیشه 3 تا یه جوری دفاع وسط داشته باشید یا یه کار خیلی جالبی که میتونید انجام بدید مخصوصا اگه حریف مثلا امباپه و اینجور وینگرهای سرعتی رو داره دفاع کناریاتون رو دیفنسیو کنید. اینجوری همیشه دفاع کناریاتون عقب میمونن و همیشه مقابل وینگرهای سرعتی حریف شما یه مدافع دارید. این از اون چیزایی که خیلی مخصوصا توی مسابقات ازش استفاده میکنن. هاگ تاچ لاین که ممکنه توی ورژنی که شما بازی رو دارید اسمش هاگ ساید لاین باشه باعث میشه که تیمتون باز بشه. این باز شدنش باعث میشه شما بازیکنای بیشتری توی همه نواحی زمین داشته باشید. سخت‌تر میتونید حملات متمرکز انجام بدید ولی به جاش از اون طرف همه جا بازیکن دارید و مخصوصا یه ویژگی خاصی که این هاگ تاچ لاین داره اینه که باعث میشه خیلی خوب بتونید سانتر جناحین انجام بدید چون همیشه توی جناحین زمین بازیکن دارید. تاکتیک بعدی یکی از معروف ترین تاکتیکاست اتکینگ فول بکس. خیلی از این تاکتیک استفاده میکنن ولی نمیدونن دقیقاً چیه و اگه بدونن دقیقاً چیه شاید دیگه ازش استفاده نکنن چون با اینکه یه سری ویژگی‌های خوب داره ولی یه سری ضعف‌های زیادی هم موقع حمله کردن براتون ایجاد میکنه. وقتی شما از این تاکتیک استفاده میکنید دفاع کناریای تیمتون میرن جلو و مثل وینگر برای تیمتون بازی میکنن و از اون طرف وینگرتون یه مقدار میادش مرکز متمایل میشه. یعنی شما زمانی که از اتکینگ فول بکس استفاده میکنید توی سمت راست زمین به عنوان مثال این حالت رو زیاد میبینید که یه مهاجم نوکی یه مهاجم کاذب مانند و یه وینگر دارید. این ویژگی مثبتشه که باعث میشه خیلی خوب بتونید حمله کنید. ویژگی منفیش اینه که اولا وینگر تیم شما دیگه خیلی کمتر به عمق دفاع حریف نفوذ میکنه اما مشکل اساسی که اتکینگ فول بکس داره اینه که وقتی این اتفاق داره جلوی زمین رقم میخوره هافبک‌های تیمتون میان عقب‌تر و مثلا توی این نمونه به خصوص برناردو سیلوا میاد اینجا قرار میگیره و سعی میکنه جای خالی کایل واکر رو پوشش بده. این توی حمله باعث میشه دچار مشکل بشید چون اگه هافبکی مثل برناردو سیلوا داره که میخواید جلو باشه میبینید که موقع حمله جلو نیستش و میادش عقب و خب هافبکی مثل برناردو سیلوا تو توپگیری هم به درتون نمیخوره. پس یادتون باشه که وقتی من یه دونه دایره اینجا زیاد زدم یادتون باشه زمانی که از اتکینگ فول بکس استفاده میکنید حتما هافبکای تو تیمتون باشه که توپگیرن و کلا روی جلو اومدنشون حساب باز نکنید. وینگ روتیشن باعث میشه یه مقدار توضیحش سخته ولی بخوام تو ساده‌ترین حالت ممکن بهتون توضیح بدم بذارید اول اینجا دوباره منظم کنم قضیه رو. شما وقتی از وینگ روتیشن استفاده میکنید زمانی که توی جناحین زمین صاحب توپ میشید یه بازیکن دیگه‌تون هم میادش توی جناحین و گزینه پاس میشه روی همون خط اوت کنار زمین قرار میگیره. بعد یه بازیکن دیگه‌تون میزنه به این فضایی که اینجا آزاد میشه. به عمق دفاع حریف نمیزنه که بتونید باهاش ضربه نهایی رو بزنید. اینجاها میادش که شما پاسو بهش بدید بعد پاسو بفرستید برای یه بازیکن دیگه‌تون. مشکلی که میتونه ایجاد کنه اینه که خیلی وقتا مهاجم نوکتون اون بازیکنیه که اینجا میاد و اگه شما تک مهاجمه بازی میکنید منظورم مهاجم نوک دچار مشکل میشید. اما اگه توی تیمتون بیشتر از یه دونه مهاجم نوک دارید و مثلا 2 مهاجمه یا مثل تیم مقابل 3 تا مهاجم نوک دارید این تاکتیک خیلی به درتون میخوره. تاکتیک بعدی تیکی تاکاست. همه یه چیزی که راجع به تیکی تاکا باید بدونید اینه که باعث میشه بازیکناتون خیلی به هم نزدیک بشن و توی یه گل جا باهاشون پاسکاری کنید و اون ور قضیه هم اینه که تقریبا هیچ وقت به عمق دفاع حریف نفوذ نمیکنن. اگه هدفتون اینه که به هر حال نیم نگاهی هم به عمق دفاع حریف
داشته باشید از تیکی تاکا استفاده نکنید، یا اگه استفاده میکنید یادتون باشه از دکمه‌های L1 یا R2 استفاده کنید برای اینکه بازیکنتون به عمق دفاع حریف بزنه. در غیر این صورت کلا هیچ کدوم بازیکنتون به عمق دفاع حریف نفوذ نمیکنن. فالس نامبر 9 یکی از بهترین تاکتیکا برای گل زدن توی پس هستش و وقتی ازش استفاده میکنید مهاجم نوکتون یه مقدار میادش عقب‌تر و مدافعای حریف هم با خودش میکشونه عقب‌تر، یه خلایی توی دفاع حریف ایجاد میشه، وینگراتون میزنن به اون خلا. این دفعه دیگه هدف این نیستش که بیان اینجا بعد پاس بدن، این دفعه هدف اینه که وینگرتون خودش گل بزنه. در واقع به این صورت هر دو تا وینگراتون حرکت میکنن. پس از این تاکتیک زمانی استفاده کنید که وینگرای گلزنی دارید و از اون طرف مهاجم نوکتون اولا شوت از راه دور خوب میتونه بزنه چون اکثر مواقع اینجا صاحب توپ میشه، دوما خیلی هم خوب میتونه پاس بده و حفظ توپ خوبی داره تا بتونه اینجا صاحب توپ بشه و بعد پاس نهایی رو بفرسته برای وینگر تیمتون. سنترینگ تارگت به درد کسایی میخوره که مثلا مثل دوران پس 2016 خیلی دوست دارن سانتر بکنن. اگه اهل سانتر کردن هستید حتما از سنترینگ تارگت استفاده کنید تا زمانی که توی جناح زمین صاحب توپ میشید همه بازیکناتون که حوالی محوطه جریمه حریف هستن برن داخل محوطه جریمه جاگیری کنن برای اینکه ضربه سر بزنن. و تاکتیک تهاجمی آخری هم که داریم فالس فول بکس که خوراک گواردیولا و این سرمربیای مدرن هستش. فالس فول بکس باعث میشه دفاع کناری شما به عنوان دفاع کناری بازی نکنه و زمانی که صاحب توپ شدید بیاد به عنوان هافک مرکزی بازی کنه. این ساده‌ترین حالتی که میتونم فالس فول بکس رو بهتون توضیح بدم. هیچ اتفاق دیگه‌ای هم تو زمین نمیفته. پس اینا تاکتیک‌های تهاجمی تیمتون هستن که میتونید دو تاشون رو برای هر تیمی انتخاب بکنید، ولی تاکتیک‌های تدافعی هم داریم که اینا هم خیلی مهمن. مثلا مورد اول که وینگ بک تعیین میکنه که هافک کناری تیم شما یا وینگر تیم شما بیادش عقب و توی دفاع شرکت بکنه. تاکتیک بعدی تایت مارکینگه. وقتی شما از این تاکتیک استفاده میکنید میتونید یکی از بازیکن‌های حریف رو انتخاب کنید که معمولا بهتره خطرناک‌ترین بازیکن انتخاب کنید، مثلا محمد صلاح. بعد هر کدوم از بازیکن‌های تیم شما که نزدیک صلاح باشه میره میچسبه به صلاح و سعی میکنه اجازه نفس کشیدن رو به صلاح نده. اگه مقابل حریفی بازی میکنید که حرفه‌ای نیستش، مهم نیست شما رو میبره یا نه، مهم اینه که حرفه‌ای هستش یا نه. اگه میدونید حرفه‌ای نیستش تایت مارکینگ خیلی روش جواب میده چون بازیکن شاخصش رو کلا میتونید از جریان بازی محو بکنید. ولی اگه حرفه‌ای من بهتون پیشنهاد میکنم هیچ وقت نه از تایت مارکینگ استفاده کنید نه از این حالت دیگه‌ای که برای مارک داریم و به زودی میریم سراغش، چون میتونه با 1 و 2 یا با دریبل کردن یا با هر چیز دیگه‌ای خیلی راحت اون بازیکنی که باهاش مارک شده رو رد بکنه و رد کردنش به این معنی که میتونه خیلی راحت‌تر اون به عمق دفاعتون نفوذ بکنه و اون بازیکن هم کلا از جریان بازی خارج بکنه. دیپ دیفنسیو لاین خوراک کسایی که مثل آب خوردن عمق دفاعشون آسیب پذیر و حریف خیلی راحت از عمق دفاع بهشون گل میزنن. دوباره اگه حریفتون حرفه‌ای نیست و فقط بلده به عمق دفاعتون نفوذ بکنه حتما از این دیپ دیفنسیو لاین استفاده کنید، عمقو کاملا میبندید. ولی از اون طرف اگه حرفه‌ایه بهتون پیشنهاد میکنم از این استفاده نکنید، چون توی این تاکتیک دفاعاتون میرن عقب ولی هافبکاتون نمیان عقب و به این دلیل یه خلایی بین خط هافبک و خط دفاعتون ایجاد میشه و خوراک شوت زدن برای حریف میشه. پس اینم مهمه که یه شمشیر دولبه است. اگه حریفتون حرفه‌ای نیست و فقط با عمق دفاع نفوذ میکنه اینو ازش استفاده کنید و بدونید که کلا خل اصلاحش میکنید، ولی در غیر این صورت تاکتیک خطرناکیه. سوارم د باکس هم باعث میشه شما بتونید توی محوطه جریمه خودتون واقعا به معنی واقعی کلمه اتوبوس پارک کنید. همه بازیکناتون میرن توی همون ناحیه‌ای که میبینید، بقیه بازیکن حریف آزادن که تو زمین شما پاسکاری انجام بدن و اگه سبک بازیشون مالکانه باشه این موضوع به دردشون میخوره. ولی چون همه بازیکناتون میرن اونجا قرار میگیرن و مثل دیپ دیفنسیو لاین نیستش که فقط دفاعاتون برن، اگه شوت بزنم خیلی وقتا شوتش بلوکه میشه. پس سوارم د باکس یه مقدار خطر کمتری از دیپ دیفنسیو لاین داره و یادتون هم باشه فقط زمانی که حریف توی همون ناحیه‌ای که الان دارید میبینید صاحب توپ بشه اتوبوس و تیمتون پارک میکنه، در غیر این صورت اتوبوسی پارک نمیشه. کانتر تارگت هم یکی از اصلی ترین و مهمترین تاکتیکای بازی پس 2022 که وقتی از این تاکتیک استفاده میکنید اون بازیکنی که شما تعیین میکنید عقب نمیادش و همیشه توی زمین حریفه. از استقامتش میتونید اینجوری محافظت کنید تا دقیقه 90 با اوج قدرت داریدش و میتونید باهاش ضد حمله هم بزنید، یعنی دو تا ویژگی عالی بهتون اضافه میکنه. ولی خب توی دفاع ممکنه مقدار دچار مشکل بشید. گگن پرس هم چیزیه که تقریبا هیچ وقت و با هیچ تیمی نمیتونید 90 دقیقه ازش استفاده کنید، ولی به هر حال خوراک اینه که ترکیبش کنید با تاکتیک تیکی تاکا. توی تیکی تاکا بازیکن‌ها موقع پاسکاری به هم نزدیکن، توی گگن پرس بازیکن‌ها میریزن سر اون بازیکنی که صاحب توپ هستش. یعنی اگه شما تیکی تاکا بازی کنید و توپو از دست بدید و گگن پرس هم داشته باشید، به واسه اینکه توپو از دست دادید اون 3-4 تا بازیکنی که دور هم داشتن پاسکاری میکردن حالا میریزن سر حریف و خیلی خوب میتونن توپو از حریف بگیرن. راجع به گگن پرس من این نکته رو بهتون بگم که شما در جریان بازی باید تقریبا همیشه گگن پرس رو غیر فعال و فعال کنید. زمانی که مشخصه که شما نمیتونید توپو از حریف بگیرید، میتونید در
حین بازی بدونید که اینجا بیاید غیر فعالش کنید. کافیه ببینید الان برای این تاکتیک گگن پرس همونجوری که میبینید اون سمت چپ دیفنس یک یه دایره‌ای وجود داره که سمت چپش آبی شده. این موضوع به این معنیه که اگه شما در جریان بازی دکمه L2 رو بگیرید و جهت چپ رو روی دسته بزنید، این تاکتیک غیر فعال میشه و یه بار دیگه این کارو بکنید فعال میشه. اینا پس شدش تاکتیک‌های ادوانس، هر چی لازم راجبش بدونید و بهتون گفتم. نکته بعدی که برای تبدیل شدن به یه پس‌باز حرفه‌ای باید بدونید همه چیزایی هستش که مربوط به این قضیه مارک کردن میشه. ساده بخوام بهتون بگم مقابل حریف حرفه‌ای از مارک استفاده نکنید به همون دلایلی که بهتون توضیح دادم. ولی اگه میخواید استفاده کنید یادتون باشه که توی این حالت برخلاف چیزی که توی تایت مارکینگ داشتیم، شما یکی از بازیکن خودتون رو تعیین میکنید، مثلا کایل واکر رو، و این بازیکن شما فقط به یه بازیکن حریف میچسبه، مثلا به رابرتسون. و اگه حریفتون حرفه‌ای نیست حتما ازش استفاده کنید، چون همه بازیکن‌های خوبش رو مثل آب خوردن میتونید از جریان بازی خارج بکنید. پس اگه حرفه‌ای استفاده نکنید، اگه حرفه‌ای نیست حتما استفاده بکنید. این کل قضیه مارک کردن میشه توی یه جمله. این مورد آخرم ترکیب‌های شناوره که باعث میشه شما بتونید ترکیبایی بچینید که به صورت اتوماتیک وقتی بازی شروع میشه این حالت رو داشته باشه، وقتی صاحب توپ میشید کلا یه حالت دیگه‌ای داشته باشه، مثلا هافک مرکزیتون تبدیل بشه به مهاجم کاذب و وقتی توپو از دست میدیدم دوباره کلا وارد یه سیستم دیگه‌ای بشه. به صورت اتوماتیک این اتفاقا میفته و نیازی نیست شما در جریان بازی کاری انجام بدید. این ترکیب‌های شناور توضیحات بیشتری داره که توی ورژن پرمیوم همه‌شو توضیح میدم، چون توضیحاتش خودش به تنهایی میتونه یه ویدیوی کامل باشه. پلیر ستینگز هم بخوام مهمترین چیزشو بهتون بگم همین کاپیتانی هست. شما باید بازیکنی رو حتما کاپیتان کنید که مهارت کپتنسی رو داشته باشه. الان مثلا روبن دیاز توی منچستر سیتی مهارت کپتنسی رو داره، فقط این بازیکن‌ها رو کاپیتان بکنید، چون توی این حالت مهارت کپتنسیشون فعال میشه و باعث میشه بازیکناتون دیرتر خسته بشن و وقتی خسته میشن افت عملکردشون کمتر محسوس باشه. پس خیلی کاپیتان تیم مهمه. بقیه‌شون